номи ман Ҷозеф ва ман ду савол дорам. Якум, барои чӣ ба мусалмонҳо иҷоза дода шудааст ки то 4 зан дошта бошанд? Ва дуюм савол, чӣ хел шумо исбот мекунед ки Исо ба дор овехта нашудааст? این برادر دو سوال دادند. آیا شما نصرانیید؟ бале, ҳамин тавр. برادر دو سوال دادند که برای چی در اسلام مرد میتواند تا 4 زن بگیرد؟ یعنی برای مسلمانان اجازه است که زیاده از یک زن بگیرند. و دوم سوال برای آنه که عیسی علیه السلام به دار آویخته نشده است چی دلیل و اثبات شده میتواند؟ قرآن این یگانه کتاب در جهان است که دعوت میکند تا مرد به یک زن ازدواج کند. اگر شما بیبلیا، رامایان، برهما، اوستا را خوانید، هیچ جا که از این کتاب‌های دینی برای ما توصیه به یک زن ازدواج کردن را نمیدهد بجز قرآن. اگر شما کتاب هندوها رامایان را خوانید، در آن گفته شده است که پدر شیرم زیاده از یک زن داشت. مهابهارات را خوانید، شری کریشنا چند زن داشت؟ 4 10,000 10,000 16,108 زن. اگر شری کریشنا برای خودش 16,108 زن را اجازه داده باشد، پس چرا مسلمان حق ازدواج به نه زیاده از 4 زن را نداشته باشد؟ اگر عهد قدیم را خوانید، آنجا گفته شده است که سلیمان درود بر او 700 زن داشت، ابراهیم درود بر او باشد 3 زن داشت. همین طور عهد قدیم اجازه داشتن مقدار نامحدود زنها را میدهد. اینچنین در عهد جدید که در نوبت خود دعوت میکند تا از عهد قدیم پیروی کرده شود. پس در دین نصرانی، هندوی، یهودی مقدار نامحدود زنان را به زنی گرفتن اجازه داده شده است. تنها بعد کلیسا این شماره را محدود کرده و نصرانی‌ها اجازه داد که تنها یک زن گیرند. و بعدتر ربای بنشن یهودا اولین شده بسیار زنی را برای یهودی‌ها منع کرد. تا این وقت برای آنها هیچ محدودیت وجود نداشت و آنها تا چی مقداری که می‌خواستند ازدواج می‌کردند. تنها در سال 1954 در کدکس جنایی هندوستان اصلاحات مخصوص همچون قانون درباره ازدواج وارد کرده شد. در اینجا گفته شده بود که هندوها می‌توانند تنها با یک زن ازدواج کنند، ولی در کتاب‌های دینی یگان محدودیت موجود نیست. بیایید تحقیق کنیم قرآن در این باب چی میگوید. در سوره نساء رقم 4 آیه 3 الله میگوید پس با زنان دیگری که دوست دارید ازدواج کنید با 2 3 یا 4. پس اگر ترسیدید که نمیتوانید عدل را به جای آورید، با یک زن کفایه کنید. این اظهارات که اگر ترسیدید نمیتوانید عدل را به جای آورید، باید با یک زن کفایه کنید تنها در قرآن آمده است، نه در یگان کتاب دینی دیگر. بیایید ببینیم که چرا قرآن برای مسلمان ها اجازه ازدواج به نه زیاده از 4 زن را داده است. سبب در آن است که مردان و زنان در حجم و یا مقدار برابر تولد می شوند. ولی اگر شما کدام پدیاتر را که نپرسید، او به شما میگوید که زنده ماندن دختران و مقاومت آنها به بیماری ها و کسلی های سرایتی خیلی بلندتر است نسبت به پسران. به همین صورت فوتیدن در بین پسران از دختران دیده زیادتر است. پدیاترها می توانند به شما تصدیق کنند که دختران نسبت به پسران دیده زیادند. در برابر انکشاف یافتن دوره زندگی، حالتهای فوتی مربوط به طلاق، به مینوشی، به نشأه‌مندی و به صدمه نقلیاتی اساساً در بین اهالی جنسشان مرد بسیار پهن می شود. در نتیجه این امروز زنها در جهان از مردها دیده زیادند. در بعض دولت‌ها به مانند هندوستان و خیتای شماره زنها در رابطه با از بین بردن حامله جنسی زن و کشتار دختران کم است. بنابر گزارش خدمات BBC هر روز در هندوستان زیاده از 1000 حادثه های اسقاط حمل در رابطه با عنیق شدن جنسی زن بودن حامله رخ می‌دهد. این رقم ها را به 365 ضرب زنید و در نتیجه شما خواهید دید که همه ساله زیاده از میلیون ها حالت های اسقاط حمل در این کشور رخ می‌دهد بعد از فهمیدن آن که حامله جنسی زن است. طبق گزارش ها از مؤسسه های طبی حکومت تامیل، هر 4 از 10 دختر نوزاد مورد کشتار قرار می‌گیرد. اگر ما این عمل شیطانی را خاتمه دهیم، یعنی از بینبری حامله جنسی زن، ما شاهد زیاد گشتن شماره زنها حتی در هندوستان را می‌بینیم. حتی در چین اگر ما تنها همین عمل‌های بی‌ناموسی را بس کنیم. امروز اگر تنها امریکا را گیریم، شماره زنها از مردها دیده به 4.7 میلیون زیادتر است. بریتانیا کبیر آنجا شماره زنان از مردها دیده به 1.2 میلیون زیاد است. در آلمان زنها 1.6 میلیون زیادترند نظر به مردها. در روسیه شماره زنها از مردها دیده به 10.6 میلیون زیادند. تنها به الله معلوم است که در روی زمین چقدر زنها از مردها زیادند. اکنون برای خود تصور کنید که من با شما در مورد آنه که هر یک مرد باید با یک زن ازدواج کند راضی شدم و بگویم که خواهر شما در امریکا زندگی میکند یا اینکه خواهر من در امریکا زندگی میکند و هر مرد الکی برای خودش نیمه دومش را یافته است، یعنی همسرش را، ولی هنوز هم 4.7 میلیون زنها باقی ماندند که برای خود هنوز هم نیمه دوم و یا همسفر حیات خود را نیافتند. اگر خواهر شما و یا اینکه خواهر من در بین این 4.7 میلیون بمانند که برای خود همسفر حیاتی نیافتند، پس در این صورت راه یگانه برآمدن از این وضعیت برای آنها این می شود که یا با مردی زندار ازدواج کنند
و یا اینکه مالکیت جمعیتی شوند. مالکیت جمعیتی چه خیلی خورکننده و تحقیرآمیز. این تنها به همین گونه توصیف سزاوار است که من کردم. من کلمه بهتری را استفاده کرده نمیتوانم. امروز موافق معلومات‌های عمری، شهروند میانه امریکا به حساب میانه 8 تا شریکان گوناگون جنسی دارد پیش از آنکه با یک تاش موافقه بندد. نگهداری شریکان جنسی در امریکا یک چیز معمولی است، یعنی عادی 5 10 20 30 به یگان مشکلی. ولی با داشتن زیاده از یک زنی که کاملا قانونی باشد این را تحمل کرده نمیتوانند. زن در حالت دوست داشته بودنش از حق و حقوق و ناموس خود محروم است و گویا نااحترامی و تحقیر شده است. در اسلام باشد اگر زن دوم شود و این چنین ناموس خود را حفظ میکند، حق و حقوق خود را میگیرد و صاحب احترامی خاص میگردد. از یگان زن پاکدامن پرسید کی بودن را او افضل میداند، زن دوم مرد زندار یا اینکه مالکیت جمعیتی؟ و به یگان شبهه واریانت یکم را انتخاب میکند. اسلام اجازه داده است که بعضی از مردها بیشتر از یک زن گیرند برای آنکه که پاکدامنی زنان حفظ کرده شود. بیاید به سوال دوم گذاریم برای آنکه که وقتمان کمتر است. آیا ممکن است که زن تا به 4 مرد ازدواج کند؟ برادر شما الکی سوال سوم را داده ایستاده در حالی که وقت کم است. آیا جواب یکم شما را قانع کرد؟ بله، جواب یکم مرا قانع کرد. ماشاءالله، شما فهمیدید و قانع شدید. خوب، اکنون او میپرسد که آیا زن میتواند بیش از یک شوهر داشته باشد؟ اما در این حال مشکلی هایی که ما در میان گذاشته بررسی کردیم باز آن را وزنی تر میکند. من مسلمان ها را در نظر دارم. زنها از مردها زیادند. اگر زنها باز با یک چند مرد ازدواج کنند در این حال وضعیت باز وزنی تر می شود. این یک. دوم، اگر زن با یک مرد ازدواج کند و از آن کودک تولد شود، در این صورت معین کردن پدر و مادر آن کودک آسان می شود. ولی زن زیاده از یک شوهر داشته باشد و از آنها کودک تولد شود، DNK را تشخیص کردن ممکن است. برادر اجازه دهید من تمام کنم. شما مرا قطع کرده ایستاده اید. من شما را قطع کردم وقتی که سوال دادید. ها یا نه؟ نه. پس چرا شما مرا قطع میکنید؟ بعد از آنکه که من تمام کردم شما میتوانید بپرسید. من متخصص طب هستم، شما متخصص طبید؟ نه. من باشم ها، درباره DNK خوب میدانم. باز بر این برمیگردیم. اگر زن زیاده از یک شوهر داشته باشد، برای مثال 2 شوهر وی کودک تولد میکند و وقتی که کودک به مکتب میرود در حجت در جای معلومات درباره پدر این کودک باید 2 نام را وارد کند. شما درباره تشخیص DNK میگویید. بله، من با این موضوع خوب شناسایی دارم. این موضوع بسیار نو است. از کدام تشخیص DNK 50 سال قبل سخن میرفت؟ آن وقت نبود کو؟ این کشفیات نسبتا نو است و این نه همه وقت نتیجه 100% میدهد. حتی فرض کردیم که اگر ما راضی شویم، ولی پیشتر این نبود. گرچند که دلیل یگانه نیست. حتی پگاه اگر نتیجه تشخیص انیق 100% شود، این دلیل یگانه شده نمیتواند. امروزها علم میگوید که مردان طبیعت بسیار زنی را نسبت به زنان دارند. تحقیقات های علمی نشان دادند که زنها در ایام ماهانه اشان دیگرگونی های روانی را از سر میگذرانند و آنها نمیتوانند نقش یک چند زن را اجرا کنند. ولی مردها چنین دیگرگونی ها را از سر نمیگذرانند و بسیار خوب نقش یک چند مرد را اجرا کرده میتوانند. تحقیقات های علمی همزمان نشان دادند که اگر یک مرد با یک چند زن حیاتی جنسی برد یگان مشکلی ندارد، ولی زن اگر با یک چند مرد حیاتی جنسی برد، در این حال احتمال آن بسیار است که وی انتقال دهنده بیماری‌های ویچ گردد و شریکان جنسی خود را سرایت کند و آن کسلی ها به مرد باز میگردند. برای همین از نقطه نظر طب به زن اجازه نیست که زیاده از یک مرد داشته باشد، اما از همین نقطه نظر طب مردها می توانند یک چند شریکان جنسی داشته باشند.